بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله تعالی دلیل نقلی ذکر که کارساز، غیبدان، مشکلگشا الله سبحانه و تعالی هست. در سوره یونس دلیل عقلی بود برای این مطلب. بیان شد که غیر از خدا دیگر شفیع که بتواند دفاع کند از مشرکین، عذاب دنیا و آخرت را برطرف کند نیست. دلیل عقلی برای این مطلب دارد. اکنون در سوره هود الله تعالی دلیل نقلی از انبیاء علیهم السلام بیان می‌فرمایند که وقتی قومها را من عذاب دادم کسی آنها را نجات نداد. آنها هم مثل شما برای خود شفاعت درست کرده بودند، پارتی ساخته بودند، لیکن اون پارتی ها هم عذاب الهی را نتونستند دفع کنند. 4 دعوا در این سوره هست. شفیع قهری وجود ندارد، فقط خدا را بخوانید. علیم و کارساز تنها الله هست. شما دلتنگ نباشید پیغمبر از ما یوها الیک، بلکه واتبع ما یوها الیک. مسائلی در این مسیر میان، صبر بفرمایید. مسئله واضح و روشن است، غیر از ضدیاتی که همه قبول میکنند. 7 قصه با 3 دعاوی اول متعلق هستند با 8 دعوا. شفیع قهری نیست، علیم و کارساز الله هست. دلتنگ نباشید، صبر کنید، ما یوها الیک را بیان کنید، مصائب و مشکلات را تحمل کنید. چنانچه انبیاء علیهم السلام مسائل و مشکلات را تحمل کردند. امور 5 متفرع بر این دعوی هم در آخر میاد. در آخر هم الله تعالی همین 4 دعوا را بیان می‌فرماید. در ابتدا تمهید است، ترغیب به طرف کتاب. الف لام را الله عالم بمراده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب به معنی مکتوب هست و این مبتدا خبرش، این خبر مبتداش هذا کتاب، این یک کتاب بسیار عظیم و شان. احکمت آیاته، محکم بیان شدند آیاته. صفت کتاب احکمت آیاته به اعتبار دلائل. این ثم تعقیب ذکریه و مفصل قرار داده شدند این کتاب آیات از جانب حکیم خبیر. اللهی که حکیم است و خبیر است آیات را تفصیلا بیان کرده. قرآن مفسر هست و مفصل از جانب ذاتی که حکیم است و خبیر است، کمبودی اصلا ندارد. دعوای این کتاب اینه که الله تعبدو الا الله، به معنی لا اله الا الله، پرستش نکنی جانی مالی زبانی مگر الله. جمله معترضه برای بیان، برای فریضه رسول را. اننی لکم منه نذیر و بشیر، من پیغمبر برای شما انسانها از جانب حکیم خبیر آگاه کننده هستم، شما را از عذاب خدا خبردار میکنم و بشیرم برای کسانی که ایمان بیارند به این کتاب مفصل و محکم از جانب حکیم خبیر. تلقین استغفار، گذشته هر گناهی کردید برای گذشتگان، برای کفر و شرکهای گذشته بخشش بخواهید. ان استغفروا ربکم، آمرزش بخواهید از پروردگارتان برای گناهها، کفرها، شرکهای گذشته. ثم توبوا الیه، بعد رجوع کنید به طرف الله سبحانه و تعالی. یمتعکم متاعا حسنا، استفاده میدهد به شما، اونم استفاده بسیار زیبا حسن، الی اجل مسمى، تا یک مدت بسیار کوتاه. و یؤتی کل ذی فضل فضله، و عنایت می فرماید به هر صاحب فضل
فضل و احسان آن را مرجع ضمیر ذی فضل است. به صاحب هر فضل فضیلت او را عنایت میکند. چه خدای مهربانی، بخشش بخواهید از او، رجوع کنید در آتی به طرف او. اولین بهره ای که به شما میدهد یمتعکم متاعا حسنا، این متعلق با بشیرون هست. بهره میدهد شما را بهره حسن، اون هم الی اجل مسمی، تا یک مدت بسیار کوتاه، و عنایت میکند به هر صاحب فضل و احسان او را. و ان تولوا، این متعلق به نذیران هست. اگر اعراض کردید شما و استغفار از اون نخواست، طلب بخشش نکردید، رجوع نکردید، اگر این انسان ها اعراض کردن از این دعوت، تو فانی اخاف علیکم، بگو که من احساس خطر میکنم بر شما، اون هم عذاب یوم کبیر، از عذاب روز بسیار بزرگ. عذابهای دنیا هم که وقتی میایم اون روز هم خیلی بزرگه، عذاب یوم کبیر روز آخرت. اگر اعراض کردن از دعوت توحید، از رسالت، تو پس بگو که فانی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر، من احساس خوف میکنم بر شما عذاب روز بسیار بزرگی را. الی الله مرجعکم، به طرف خدا بازگشت همه شما. اگر در دنیا 4 روزی به شما مهلت داده شد، سوی استفاده نکنید. مرجع شما به بارگاه الله است، لا اله غیره، و هو علی کل شیء قدیر. الله تعالی بر هر شی قادره، اگر بخواهد مجازات میکند به اشد عذاب. این دعوای ثانی. بس عبادت حق خدا هست. چرا؟ همه چیز در اختیار او هست، کارساز اوه. دعوای اول چی بود؟ الله تعبدون الا الله، الله را عبادت کنید. چرا؟ همه چیز در اختیار خدا هست. او علی کل شیء قدیر است. او تمام اختیارات دنیا و آخرت را دارد. همه چیز در اختیار او هست. او کارساز و متصرفه، لہذا او را عبادت کنید. دعوای اول چیه؟ الله تعبدون الا الله، عبادت نکنید جانی مالی مگر الله را. چرا؟ هو علی کل شیء قدیر، همه چیز در اختیار او هست. اقل کمال علمی، غیبدان او هست، غیر از او دیگه غیبدانی نیست. علم کامل الله دارد. از علی یسنون دعوای ثانی هست، علم کامل الله دارد، غیبدان او هست. الا خبردار، انهم این انسانها یسنون صدورهم، کج میکنن سینه های خود را، لیستخفوا منه، تا از خدا خود را مخفی میکنن. خود را کج میکنن که از خدا خود را مخفی میکنن. الا خبردار، حین یستغشون ثیابهم، وقتی اونها لباس میپوشن، در حالی که لباسشون پوشیدن، الله تعالی یعلم ما یسرون و ما یعلنون، از اسرار آنها خدا خبر دارد، از آن چیزایی که اینها علنا بیان میکنن خدا خبر دارد. چرا؟ انه علیم بذات الصدور، او از اسرار دلها خبر دارد. او آگاه است از ذات صدور. ذات صدور دل هست، توی سینه هست، نه؟ او از اسرار دلها خبر دارد. کلامی که از زبان بشود به طریق اولا او میداند. حالا این آیه ها که الا انهم یسنون صدورهم، مصداق این آیه ها چه کسانی هستند؟ بعضی میگه مسلمان ها وقتی که خوف خدا و حضور خدا بر آنها اضافه شد، برای آنها قضای حاجت یا رسیدن به زنها هم مشکل شد، که الله تعالی دارد نگاه میکنه. اینها به زن خود میخواستن خود را از خدا مخفی کنن، تو الله تعالی فرمود که اینکه شما از خدا مخفی نمیشید، لباس بپوشید، زیر لباس ها به جای خود که از ما فی صدور خدا خبر داد. شما که از خدا مخفی نمیشید.
بعد یا میگن نه مصداق آیات مشرکین هم، آنها خود را به زعم خدا از خدا مخفی میکردن، محرمانه کار میکردن. تو الله تعالی فرمود از خدا مخفی نمیشه به هیچ عنوان. زیر لباس و بیرون لباس برابره. الله علیم به ذات صدوره، لحاظا کی چیزی را شما از خدا مخفی میکنید؟ لباس و لحاف شما را از خدا مخفی نمیکنند، تاریکی شما را از خدا مخفی نمیکنند، شما به هیچ عنوان از خدا مخفی نمیشید. لحاظا کارهای مشروع خود را انجام بدید و برید. الا انهم یسلون صدورهم، اینها کج میکنن سینه ها را، از بالا لباس میپوشند و سینه ها را هم خم میکنن که مخفی بشوند از خدا. الا خبردار، حین یستغشون ثیابهم یعلم ما یسرون و ما یعلنون. پس اینها لباس ها را میپوشند و خود را زیر لحاف میکنن و زیر چادر میکنن. خدا میداند اسرار آنها و علنی های آنها. آنچه اینها مخفی میکنن هم میدانند، که علنا انجام میدن هم میدانند. خلاصه انه علیم به ذات صدور است. تخصیص آنها چیه؟ او از اسرار دلها خبر دارد، از راز دلها خبر دارد. لحظه خود را مخفی کردن چه معنی دارد؟ هیچ معنی ندارد. از خدا که مخفی نمیشید. الله تعالی کمال علمی خود را بیان میکنه که تمام جنبنده ها را رزق میده. رزق بعد از علمه، اول میداند آنها را، بعد رزق میده. سبحان الله. و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها. نیست هیچ جنبنده‌ای در کره خاکی مگر به عهده الله رزق آنها است. الله تعالی به آنها رزق میدهد، یعنی اول میداند بعد رزق میدهد. اگر نداند چطور رزق میرساند؟ هیچ جنبنده‌ای در زمین نیست از جنبنده های بزرگ و کوچک مگر به عهده الله رزق دادن آنها است. الله تعالی رزق هر جنبنده را تضمین کرده. یعلم مستقرها و مستودعها. الله تعالی میداند محل قرار اون جنبنده ها را، یعنی هنگامی که در رحم مادرها هستند، و مستودع آنها را و محل ودیت آنها را، یعنی مقر آنها را در اصلاب هم میداند. مستقر رحم و مستودع این اصلاب آبا، محل ودیت، محل قرار آنها را الله تعالی میداند. اینا کجا قرار دارند؟ در همون قرارگاه بهشون رزق میده. در شکم مادر هم الله تعالی رزق میده. شلنگی وصل کرده از ناف به وجود مادر. همه جنبنده ها اونجا در مستقر هم میکنن. مستودع هم الله تعالی آنها را، محل ودیت آنها را. بعضی گفته مستقر دنیا هست، مستودع قبر هست. الله تعالی مقر آنها را در دنیا میداند و محل دفن آنها را هم میداند، مستودعها را هم میداند. خلاصه کل فی کتاب مبین، همه اینها در کتاب مبین در لوح محفوظ و الله تعالی اجرا میکنند. قبل از پیدا کردن الله تعالی اینها را در لوح محفوظ کرده و مطابق اون برنامه اجرا میشه. برای ما وقتی وجود ما همین بوده، 1400 سال 400 سال قبل، 400 سال بعد ما را عقب جلو تاریخ زندگی ما همین بوده. یک برنامه دارد اجرا میشه. همه چیز در لوح محفوظ است، در علم الهی است. هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. الله اون ذاتی است که پیدا کرده آسمان‌های بلند و بالا و زمین پهناور را در مقدار 6 شبانه روز. و قبل از پیدایش و کان عرشه علی الماء، عرش الله بر آب بود، روی آب بود. هر شی را هم از آب آفرید. سبحان الله. عالم بكل شيء. و الله سبحانه و تعالی و کان عرشه علی الماء. این همه آسمان ها و زمین را در مدت 6 شبانه روز آفریده
تا که امتحان کند شما را، حکمت خلق، لیبلوکم ایکم احسن عملا. الله تعالی عرشش بر آب بوده، الان هم عرش رحمان بر آب است، بر فرشتگانه، فرشتگان بر آب. الله سبحانه و تعالی بر این چیز ظریف، این چیز بسیار بزرگ را دارن حمل میکنه. آب چیز ظریفیه ظاهرا، مایه، و عرش چه عظمتی دارد. الله تعالی این شیء بسیار بزرگ را بر آب اداره میکنه. یحمل عرش الذین یحملون العرش و من حوله، الان حمل عرش را الله فرشتگان میکنن و فرشتگان بر آب و آب بر باده. باد بر قدرت خدا هست، تو باد میتونی اداره کنی. باد خیلی زور داره. فرشتگان بر آبن، عرش بر فرشتگان حملش میکنن، بر آب، آب بر باد، باد بر قدرت خدا. گویندگان چیزها گفتن، لحظه بابا اینا از تصور ما بالاترن، ما چطور فکر کنیم؟ فرشتگان چقدر بزرگن و آب چقدر ظرفیت دارد. آب تحمل بارهای بسیار گران را دارد. کل کره خاکی بر آب سواره. هست یعنی این کوها بر زمین میخ شدن که زیاد حرکت نکنه سر آب. آب بر این کره خاکی بر آبه، آب بر هواه. آب زورش بیشتره یا باد؟ باد خیلی زور داره، همه آب را حول میده. تا کجا میبره آب را؟ در برابر هوا اصلا مقاومت ندارد. در اون روایت نه آمده که گفت از کوها چیزی سخته. حضرت فرمود آهن سخته، کوها را میشکنه دیگه کوها را. خب از آهن گفت آتش که بیاد آهن ذوب میشه. از آتش گفت آب زورش بیشتره، آتش خونسا میکنه یا نمیکنه؟ خب از آب گفت باد، از باد چیزی سختر قلب مومن؟ کدوم قلب مومن؟ چنان صدقه میدهد، دادن خیلی سخته نیست، دست راست میدهد دست چپ خبر نمیشه. این قلب خیلی واقعا زور داره. خط برای خدا سری و محرمانه میده. من اینه که انفاق بی این کیفیت، این همه قدرت از آن الله، بابا در دل مومن خیلی سخته، خصوصا دل دهنده زور میخواد. مال خود را مجانی داده، با چه سختی حاصلش کرده و الان میارد میدهد برای خدا، چنان اخفا میکند و میدهد که یمین انفاق میکند شمال خبر نمیشه. من اینه که از تظاهر و ریا دوره، برای الله میدهد. ورنه حتما اون کسی که میدهد و کسی که بر میدارد و خبر نیست. یعنی مقصد اینه برای خدا میده. وکان عرشه علی الماء لیبلوکم ایکم احسن. خدا این آسمان ها و زمین را آفریده، خب عرش الله بر ما قرار دارد تا که امتحان کند، حکمت خلق را بیان کرد. کدام یکی از شما بهتر عمل میکنید؟ شکوه اگر شما بگید پیغمبر، به این کافرها بگید انکم مبعوثون من بعد الموت، شما حشر خواهی شد بعد از مرگ. قرآن جواب میده، میگویند الذین کفروا، میگویند ان هذا الا سحر مبین، نیست این حرفها مگر یک جادو هستند. سحری، سحر سه معنی دارد، گوش کنید. سحر به معنی جادو، سحر به معنی باطل و سحر به معنی دروغ. اینجا معنی دروغه، متوجه اردم شدید یا نه؟ سحر به معنی جادو، سحر به معنی باطل،
سحر به معنای دروغ، اینجا سحر به معنای دروغ. اگر شما بگید که شما حشر کرده میشوید روز قیامت بعد از مرگ، فوراً میگن کفار نیست این حرفهای محمد الا سحر مبین، مگر یک دروغ آشکار هست، دروغ ظاهر هست. معلوم میشه همینطور. خلقنا کل شیء من ماء، کل شیء حی من ماء. زمین از آب درست شده، کوه هم از آب درست شده، هر شیء زنده را از آب آفریدیم. زمین زنده هست یا مرده؟ بابا زمین مرده و زنده میشه. و آیت لهم الارض المیتة احییناها و اخرجنا منها ماء. اگر زمین مرده است پس من تو از کجا زنده شدی؟ من تو هم که یک عضوی از زمینی، یک جزئی از زمین. هر شیء از زمین هم مرده و زنده میشه. یاد بحث نکنیم، ساده ساده بریم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولئن اخرنا عنهم العذاب. الله تعالی میگه اگر ما مؤخر کنیم از سر اینها عذاب را، بنویسی به خاطر بعضی حکمت ها تا یک مدت معدود و مشخص، الى امت یا الى وقت معدوده یعنی محدوده، تو فوراً اینها میگوین انکار میکنه، استهزاء انکارن و استهزاء میگوین ما یحبسون، این عذاب را چی چیزی مانع شده، خیلی متکبرن، باور ندارن. الا یوم یأتیهم، خبردار روزی که اون عذاب بیاد برای اینا، لیس مصروفا عنهم، از سر آنها دور کردن نمیشود، و حاک بهم ما کانوا به یستهزئون، نازل میشود بر سر آنها اون عذابی که استهزا میکردن. ذات ولئن اذقنا الانسان منا رحمتا، اگر ما بچشانیم به این انسان بدبخت یک رحمتی را، انسان بدبخت مشرک و کافر، ثم نزعناها منه، باز این رحمت را از او بکشیم، مالی، صحتی، پستی، مقامی به این انسان کافر بدیم، بعد بگیریم. انه لیئوس، فورا این انسان کافر بسیار ناامید میشه و بسیار کفر کننده میشود. بعضی گفته ناامید از بت‌ها میشه و کفر میکند بت‌ها را، اینا برای من دردی دوا نکردن. و اگر بچشانیم بین انسان نعمتی بعد از ذره امسته، بعد از ناداری و فقیری اگر به اون ناز و نعمت عنایت کنیم، فوراً افتخارا میگه ذهب السیئات عنی، تمام سیئات رفتن، ثروتمند شدن، بسیار مغرور میشه، بسیار تکبر میکنه. فوراً میگوید تکبران که ذهب السیئات عنی انه لفرح فخور، در قلب بسیار می نازد و زبان بسیار فخر و ناز می کند، قیافه میگیره، دیگران را نادیده میگیره. دیگه حالا من ثروتمند شدم، من صاحب اقتدار شدم، من استاندار، من فرماندار، من حاکم، بسیار غرور میکنه. انه لفرح، بسیار غرور میکنه، فخر هم دارد از وجودش. الا به معنی لکن آنهایی که صبر میکنند، کبر و غرور نمی کنند، صبر بر طاعت و عبادت و مصیبت و اعمال صالح انجام میدن، اولئک لهم مغفرت و اجر کبیر. ثمره صابرین و عاملین صالحین صالحات برای اینها مغفرت هست و اجر بسیار بزرگ از جانب رب. دعوای ثالث، مثلا واضح سے پیغمبر، ببین دلتنگ نباشی در مسیر حق، مشکلات را تحمل کنی که کامیابی از آن تو. چطور انبیا مشکلات را تحمل کردن؟ شما ترک میدید باز ما یوحی الیک را و تنگ است به آن صدرک، یعنی این که میگویند بهی ضمیرش مبهمه، ان یقولو بدل از ضمیر مجرور مبهم، شاید که شما ترک میدهید باز ما یوحی الیک را و تنگ هست از گفتن آنها لولا انزل علیه کنز و جاء معه ملک، از این که اینها میگن چرا بر این پیغمبر نازل کرده نمیشد یک خزانه ای که از اون خزانه کم از کم بخوره و تماشا کنه.
و چرا با اون پیغمبر فرشته نمی آیند؟ از این گفتها سینه شما تنگ میشه. تنگ نباشد، این حرفای پوچند. شما که وظیفه شما نیست که خزانه ایجاد کنید، وظیفه شما آگاه کردن است و شما بر هر شی وکالت که ندارید. از این حرفای پوچ سینه شما تنگ میشه، ناراحت میشید. شاید که شما ترک میدهید باز ما یوغایل کرا او تنگ میشود از این گفتها سینه مبارک شما که وظیفه شما نیست. انما انت نذیر، شما نذیرید، شما آگاه کننده از عذاب خدا هستید. شما خزاندار خدا نیستید، شما خزاندار خدا نیستید، شما نذیرید. او الله علی کل شیء وکیل، خدا بر هر شی وکالت دارد، هر کجا بدهد یا ندهد اختیار مال الله است. بر هر شی وکالت و اختیار تام دارد الله تعالی. وکیله یعنی اختیاردار تام الله است، هر کجا بدهد هر کجا ندهد. وظیفه شما آگاه کردن از عذاب الهی، نه شما خزانه داری و نه شما ملکی که خورد و نوش نداشته باشید مثل فرشتگان. هذا شما یک وظیفه دارید، یک وظیفه مال خدا است. مختار معجزه الله سبحانه و تعالی، او بر هر شی وکالت دارد. ام به معنی بله، بلکه این وقتها میگویند که افتراه، محمد این قرآن را میسازه و به خدا نسبت میدهد. نعوذ بالله دروغ میبنده بر خدا. اینا اینطور میگن. قل بگو به اینها اگر واقعا افترا هست، من این کلام را میسازم، شما هم بشری و عربی، شما مثل قرآن 10 سوره بیارید، ساخته بیارید. قل بگو بینا فاتو به عشر سور مثلی، بیارید 10 سوره مثل قرآن، اونا مفتریات ساخته شده شما باشند. شما نه تنها بخوانید برای مدد خود آنهایی را که شما استطاعت خواندن آنها را دارید غیر از الله. اگر شما در دعوای افترا راست میگید، شما میگه پیغمبر افترا میکنه، شما 10 سوره بیارید مثل این قرآن. آخر گفتن چرا گفت فاتو به عشر سوره که ترتیب قرآن این 10می سوره هست. این 10می 10 سوره قبل از این سوره گذشته، این 11می. به این خاطر قرآن از این سوره فاتحه تا اینجا 10 سوره گذشته، شما 10 سوره مثل این سوره های گذشته بیارید. یا مثلا این همیشه کم از کم میگه دست کم 10 تا سوره رو بیارید، این که 144 سوره هست، شما 10 تا سوره بیارید. همه که نمیتونید اندازه قرآن بیارید، 10 سوره با این مضامین زیبا بیارید و بخوانید برای کمک خود آنهایی را که استطاعت دارید شما یا اعتقاد قدرت آنها را دارید غیر از الله. اگر شما راست میگید متعلق به جواب شکوه است. اگر اینها جواب ندادن، یعنی این معبودان شما جواب ندادن برای شما آنها را خواندید و اینها جواب ندادن برای شما پرستش کنندگان، تو پس یقین کنید که انما انزل به علم الله، این قرآن نازل کرده می شود به علم الله، از علم الله دارد می آید. به علم الله است یعنی با علم خدا، از علم خدا. و این مطلب را هم باور کنید که الهی غیر از الله وجود ندارد. فهل انتم مسلمون، آیا شما مسلمان میشید یعنی مسلمان بشید، تسلیم بشوید، قرآن را کتاب خدا بپذیرید. من ضمیر لم یستجیبوا را به طرف معبودان کردم، قلکم را به طرف عابدان. اگر این معبودهایی که شما خواندید برای کمک شما را جواب ندادن، تو پس یقین کنید که این کتاب نازل کرده می شود از علم الله، یعنی وحی الهی.
به وحی الله است، به علم الله است. یعنی این علم الله است، این علم بشر نیست. از علم کامل خدا، با علم کامل خدا نازل می شود، از علم الهی هست. و این مطلب را هم باور کنید که الهی دیگه وجود ندارد. و معنی دوم لم یستجیبوا، اگر این کفار به شما مسلمانها جواب ندادند، پس شما هم شک و تردید نکنید، یقین داشته باشید که به علم الله نازل می شود. هر دو توجیه را کردن. توجیه اول را جلالین کرده، معنی کرده من دعوتموهم للمعاونت، اگر جواب ندادن یعنی معبودها. زاجر با تخفیف دنیاوی، من کان یرید الحیات دنیا، هر که مرید زندگی دنیا است با اعمال حقیر خودش و زینت دنیا را میخواهد، تو ما میدهیم به طرف آنها جزای اعمال آنها را در همین دنیا، و آنها در این دنیا یک ذره هم کم کرده نمیشوند. لا یمنعون من الرزق من کان یرید العاجله تعجلنا له ما نشاء، مطابق مشیت خود. دنیا را بوش میخواد ما بهش میدیم. هر کسی که مرید حیاتی دنیا است، شهرت و نیکنامی و جاه دنیا را میخواد و زینت دنیا را و به آخرت کاری ندارد، تو ما تکمیل پرداخت میکنیم به طرف آنها جزای اعمال آنها را در همین دنیا، و آنها در این دنیا یک ذره از آنها کم نمیشه، کاسته نمیشه. و هم فیها لا یبخسون لا یمنعون من الرزق اولئک الذین لیس لهم فی الاخرة الا النار، اینها کسانی هستند که نیست برای آنها در آخرت غیر از آتش جهنم، دیگه چیزی نیست. مرید دنیا به دنیا بهش میرسه، او به آخرت هیچ کاری ندارد، هیچ هم و غمی به آخرت ندارد، فقط دنیا بهش میرسه، آخرت هیچ سهمی ندارد. کفار و منافقین همین مطلب را دارد، دنیا میخوان دیگه چیزی که نمیخوان. و هبط ما صنعوا فیها، حق و نابود هستن آنچه که آنها صنعت کردن در این دنیا، و باطل هستن آنچه که آنها عمل میکنن در واقع اکنون بی اثر مگر صورتا موجودن. کافر چون اعتقاد به آخرت ندارد، نیکی های که انجام میده هم بربادند، و هر آنچه که اون باطلند آنچه که اون میکنند، یعنی کارهای خیرشون هم باطله، ثمرشون رو به دنیا میبرند. به این کفار در دنیا داده میشون، حبت میشن آنچه که اینها کردن، صنعت کردن، تمام صنعت آنها بیکار ثابت میشون، و باطلا آنچه که اینها عمل کردن، یعنی اعمال خیر کفار در دنیا همش برباد، و باطل بودن آنچه که اینها عمل کردن در واقع اکنون هم بی اثر، هم هیچ چیزی به درد آنها نمیخورد. دعوای رابع که شما مایوها را اتباع کنید و لحاظا مصائب و مشکلاتی که می آیند تحمل کنید، عاقبت مال شما هست. اما من کان علی بینة من ربه، آیا اون شخصی که بر یک دلیل عقلی و نقلی از جانب ربش قرار دارد، و یتلوه شاهد منه، این از تلو هست، و اتباع می کند او را یک شاهدی از ربش، یعنی چه؟ قرآن او را تایید می کند. حالا اونی که بر یک بینه هست از جانب رب خودش، و یتلوه شاهد منه، و تایید می کند او را یک گواهی هم از جانب الله، حالان که قبل از آن شاهد کتاب موسی در حالی که امام و رهبر بوده و رحمتی بوده، لحاظا هم تایید می کند. و من قبلهی، زیر شاهد سه بنویسید، قبلهی بنویسید، زیر اون هم سه بنویسید تا بدانید. و قبل حالا این جمله هم حالیه، و قبل از آن شاهد کتاب موسی اماما و رحمت بوده و این مطلب را بیان کرده.
ایکون جواب این افمن محذوفه ایکون شاکن فیه اینکا یا بنویسید اینکا له موضع شبهته، کسانی که بر یک بینه یعنی دلیل عقلی قرار دارند از جانب الله، اون دلیل عقلی همون عقل کامله که به آنها عنایت شده و تایید هم می کند آنها را شاهدی از جانب خدا که قرآن باشد. و حالا که قبل از قرآن کتاب موسی اماما و رحمتا هم تایید می کند. این انسان ایکون شاکر، یا بگید ایبقا له موضع شبهه، باقی میماند برایش موضع شبهه. مؤمن علی بینت من ربی هست، یعنی عقل سلیم خدا به مؤمن داده. قرآن هم او را تایید می کند، موحد را قرآن تایید می کند. و قبل از شاهد که قرآن است کتاب موسی اماما و رحمتا، در حالی که امام و رهبری بوده برای جهان. کتاب موسی امام و رهبری بوده، امام به معنی رهبر، رهنما، علما همه جهانیان را راهنمایی کرده و رحمتی بوده برای متبعان. اون هم تایید می کند. این انسان بر شک میشه نه، بلکه اولئک یؤمنون به، همین انسان ها که عقل سلیم دارن قرآن همان تایید می کند، تورات همان ها را اعتقاد و عمل آنها را تایید می کند. اینها ایمان دارن به این قرآن و به این وحی. و هر کسی که انکار کند این شاهد را و این وحی را از احزاب، از فرقه های گوناگون یهود، نصارا، مجوس، فالنار موعده، آتش جهنم جای او است. پس نباشی شما در شک از این کتاب ای پیغمبری گرامی. انه الحق من ربک، این کتاب از حق است از جانب رب شما. لیکن اکثر مردم با وجود این همه دلائل به خاطر ضد و عناد لا یؤمنون، ایمان نمیارند. اکثر لا یؤمنون. شما لحاظا در مسیر حق ثابت قدم بمانید و لحاظا بی این که اکثر ایمان نمیارند با وجود این همه دلائل به خاطر ضد و عناد ناراحت هم نباشید. اکنون اللہ تعالی تفاوت نتایج را بیان می کند، زجر همراه با تخفیف. تفاوت نتایج. و من اظلم ممن افترا علی الله کذبا، چه کسی ظالم تر است از آن انسانهایی که بر خدا افترا می کنند دروغ را. دروغ بر خدا افترا می کنند، افترا می کنند، می سازند بر خدا دروغ را که دلیل عقلی آنها را تایید هم نمی کند. اولئک یعرضون علی ربهم، این انسان هایی که افترا می کنند بر خدا دروغ را، از طرف خود حلال و حرام درست می کنند، مشکل گشا و کارساز درست می کنند، این انسان ها عرضه کرده میشون بر رب خودشون در قیامت. یعرضون علی ربهم، عرضه کرده میشون بر رب خود در قیامت. و یقول الاشهاد هؤلاء الذین کذبوا علی ربهم، میگویند شاهدها. شاهدات کیا هستند؟ فرشتگان، رسولا، علما، اینا همه اشهاد. این انسان هایی که افترا میکنن بر خدا کذب را، اینها بر آتش به محضر الله احضار کرده میشن. یعرضون علی ربهم، در قیامت عرضه کرده میشن در قیامت به محضر پروردگار خود و برای تذلیل آنها اشهاد میگویند. اشهاد به معنی فرشتگان، اشهاد معنی شاهدها. شاهدها فرشتگان، انبیا هستند، علمان یا اعمال نامه آنها هم نطق میکنند. این مصداق اشهاد هستند. اشهاد میگویند خبردار، اولای اینها کسانی هستند که کذبوا علی ربهم، بر خدا دروغ گفتند. چیزی خدا نگفته اینا گفتند خدا گفته. در تحلیل و تحریم و در اختراع شرک اینها بر خدا دروغ گفتند. سبحان الله. چیزی را که خدا نگفته اینا گفتند خدا گفته است. الا ادخال الهیه یا کلام اشهاد است.
هر دو احتمال داره. خبردار لعنت الله علی الظالمین، لعنت خدا بر چنین ظالمین. بزرگترین ظالم مشرک هست که این همه شرک را، این همه دروغ را اختراع کردن. چقدر واقعا امروز شما ببینید شرک چقدر در بزرگی داره، چقدر دروغ میگه، باور کنید. در همین رمضان هم چرا دروغهای بزرگ کلان میگن، شما اگر بشینید و گوش کنید بعد میدانید. کی میدانه دروغ را؟ کسی که قرآن را بدانه. تا قرآن را ندانه دروغ را نمیدانه. اینها عرضه کرده میشن به محضر رب و اشهاد برای تذلیل کردن آنها میگن خبردار اینها کسانی هستند که کذبوا علی ربهم. الا خبردار، ها هم آیه تنبیه است و الا هم کلمه خبردار. لعنت الله علی الظالمین. کیا هستند ظالمین؟ الذين يصدون عن سبیل الله و یبغونها عوجا. خدا نجات بدهد. ظالمین کسانی هستند که مانع میشن بندگان را از راه مستقیم خدا، از راه توحید، و طلب میکنن اون راه خدا را کج و کوچ، طلبش میکنن عوجا. و هم بالآخرة هم کافرون، آنها به آخرت کافرند. این مرض، این صفات اوصاف ظالمین است. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم کافرون. آخرت هم کافرند که آخرت در اختیار عیسی ابن مریم گذاشتن، در اختیار بندگان خدا گذاشتن. این کفر به آخرت. وقتی انسانی نے اعتقاد را داشته باشد که پرده قیامت، حساب کتاب در اختیار بندگان خدا هست، تو ایمان به آخرت نشد. ایمان به آخرت اینه که آنچه قرآن گفته است حساب کتاب مالک یوم الدین الله. یهود و نصارا همینطور خرافاتی شده بوده. اولئک، اینها نیستند عاجز کننده خدا در زمین. اینها خدا را نمیتونن عاجز کنن، نه در زمین، لذا هر کجا باشه اینها را خدا به جزای اعمالش میرساند. این انسان ها نیستند عاجز کننده خدا در زمین. و ما کان لهم من دون الله من اولیاء، و نیستن برای اینها غیر از خدا دیگه هیچ کارساز و نجات دهنده از عذاب. تا که از عذاب اولیاء جمع ولی یعنی متولی امور، کارساز، حاجت روایی، اینها ندارن غیر از خدا که آنها را از عذاب خدا نجات بدهند، بلکه به خاطر ضلال و اضلال. یصدون عن سبیل الله و یبغونها عوجا. الله تعالی میگه این یضاعف، به خاطر ضلال و اضلال مضاعف کرده میشد برای آنها عذاب. و ما کانوا یستطیعون السمع، از غایت اناد و ضد و حسد اینها استطاعت شنیدن احکام الهی را ندارند. اینها نمیتونن احکام الهی را بشنوند. و ما کانوا یبصرون، اونها احکام الهی را نمیبینند، حق را نمیبینند، از غایت انادی که در اینها هست. اینا کسانی هستند که در خساران انداختن نفسهای خود را. و ضل عنهم ما کانوا یفترون، گم می شود از نصرت آنها اون معبودهایی که بودن افترا می کردن. من الالهه و شفاعت آنها. در دنیا انسان برای خود انواع و اقسام پارتی درست کرده. و ضل عنهم ما کانوا یفترون. این آیه کرات و مرات در قرآن می آید، مطلبش بدن. در دنیا مردم برای خود پشتیبان درست کردن یا نه؟ اونجا هیچ پشتیبانی نیست. تو لغاظ ضل عنهم ما کانوا یفترون. هر چی در دنیا اینها افترا کردن گم می شود. و ضل عنهم ما کانوا یفترون. لا جرم انهم فی الاخرة هم الاخسرون. لا جرم بمعنی حقا، یقینا اینها در آخرت خاسرترین انسان که با کفر و شرک و خرافات برن در میدان محشر. اخسرون همینا هستند. لا جرم حقا یقینا انهم فی الاخرة هم الاخسرون. اینا از همه انسان ها خاسرترند. بشارت ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم.
آنهایی که ایمان آوردن عمل صالح میکنن و تضرع و زاری میکنن به طرف پروردگار. اخبتو من تضرع و عاجزی به محضر رب میکنن. اولئک اصحاب الجنه هم فیها خالدون. اینا صاحبان جنت همیشه اونن تو جنت. خلاص صفت بیان تفاوت حال کافر و مؤمن. مثل الفریقین، مثال دو فرقه کافر و مؤمن، کالعاماء والاسم. کافر کوره کره، مؤمن بصیر سمیع. مؤمن هم بصیر هم سمیع، کافر هم کوره هم کره. آیا کور و کر و بصیر و سمیع برابرن؟ هل یستویان مثلا؟ هرگز برابر نیست. کر و کور، بینا و شنوا برابر هرگز نیست. واقعا کافر هست احکام خدا هم کورند و هم کرند. دروغ تفاوت دارن. یک دروغ بر خدا دیگه معلومه که بسیاره، یکی بر مخلوقی دروغ میگه. بین دو تا دروغ زمین تا آسمان فرق. افترا علی الله الکذب با اونی که افترا علی الناس زمین تا آسمان فرقه. افترا علی الله که دی خیلیه. هر انسانی، حالا یکی به پشت یک رهبر دنیایی دروغی ببنده و یکی به پشت یک انسان عادی دروغی ببنده، فرق نداره. یک وزیری یک دروغی را به حاکم، به پشت حاکم ببنده و یک دروغی را به پشت یک سپوری ببنده، زمین تا آسمان فرق. برابر این دوتا دروغ؟ خیلی فرقه. هر اندازه که به پشت او افترا میکنن بزرگه، افترا بران همون مقدار بزرگه. دروغ ها فرق دارن. دروغ تا دروغه، دزدی تا دزدیه، زنا تا زناه. هر جنایت تفاوت دارد. با چه کسی این جنایت را انجام میده. افلا تذکرون، شما تذکر نمیگیرید. مؤمن بصیر سمیع، بصیره و سمیع، حکم خدا را میبیند میشنود. و کافر بی ایمان کره و کوره، نمیشنود نمیبیند. اینا برابرند؟ هرگز برابر نیست. شما ندارید قصه اول متعلق با دعوی اول. دعوی اول الله تعبدو الا الله بود. الله را کارساز حاضر روا بدانید و تنها الله را عبادت کنید. الله تعالی میگه این مطلب را نوح علیه السلام هم بیان کرده. الله تعبدو الا الله، این دعوی سوره هست. دعوی اول عبادت نکنید مگر الله را. این دعوی را نوح علیه السلام هم مطرح کرد. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه. حضرت فرمود انی لکم نذیر مبین، من برای شما نذیر مبین هستم. در صورت عبادت غیر الله نذیرم، آشکارا شما را از عذاب خدا هشدار میدم. و دیگه مطلب اینه که الله تعبدو الا الله، عبادت نکنی جانی مالی زبانی مگر الله را. تفصیل اینه، تفسیر نذیر مبین. انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، من احساس میکنم بر شما عذاب یوم علیم را. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك. ببین پیغمبر تنها اینا شما را تکذیب نمی کنن. نوح علیه السلام را هم به خاطر الله تعبدو الا الله تکذیب کردن. همین دعوا را نوح مطرح کرد، همین دعوا را شما مطرح میکنید. همین دعوا را که انی لکم نذیر مبین شما دارید مطرح میکنید. ها اننی لکم نذیر و بشیر. به خاطر همین دعوت نوح علیه السلام تکذیب شده و اهانت شده است. صبر کرده، بعد از 950 سال مخالفانش نابود شدند. گفتن ملأ الذین کفروا من قومه ما نراک الا بشرا مثلنا. حماقت قوم
ما نمیبینیم تو را ای نوح مگر یک انسانی مثل خودمان معمولی خالی از نبوت و رسالت. و ما نمیبینیم حماقت دوم قوم، ما نمیبینیم تو را که اتباع کنند تو را الا الذين هم اراذلنا، مگر اونهایی که اراذل ما هستند، یعنی شرفا نیست، رذیلان ما، به اعتبار مال و کسب رذائلن، کفاشن، رفتگرن. انسان های طبقه پایین انبیاء را اول اتباع کردن. این احمقی دوم آنها بود که ما نراک اتبعک الا الذين هم اراذلنا بادی الرا، اون هم به زبان تو را اتباع کردن. بادی الرا یعنی سطحی، بدون فکر. اینا ظاهر بینند، حقیقت را نگاه نمی کنن، عمق مسئله را درک نداره. مثل بچه که چیزی ظاهر ببینه همونو خوش داره، عمق مسئله را نگاه نمی کنه. یک چیزی ظاهرش خیلی قشنگ باشد بچه را شاید محبوب بشه و یک تکه طلایی مثل سنگی دست او هیچی ارزش نداره. شی قشنگو کرا ماشینو کرا دوست داره. شما بچه نشان بدید این سنگ طلا را، قطعه طلا را و یک ماشین که کدوم برمیداره، من این ماشینو که برمیداره. درسته یا نه؟ اینها همین طورن، سطحی فکر میکنن. اونها اراذل ما هستن، ذلیلان ما، شرفا نیستن. اونم وادی رای دارن، به ظاهرا تو را اتباع میکنن، حقیقت هم با تو نیستن. یا بادی رای یعنی بی عقلن، بادی رای یعنی ظاهرا تو را اتباع میکنن، در حقیقت تو را اتباع نمیکنن. بادی رای یعنی فکر ندارن، بی فکرن. و ما نرى لكم علينا من فضل، و ما نمیبینیم برای تو، احمقی سوم آنها، ما نمیبینیم برای تو و برای متبعان تو، برای شما مؤمنین و پیغمبر، بر خودمان هیچ فضیلتی ترقی، بلکه یقین میکنی شما را در دعوای رسالت و توحید کاذب. تو الله تعالی میفرماید ببین پیغمبر را قبل از شما هم اهانت کردن، صبر کرد کامیاب شد، شما هم صبر کنید کامیاب میشید. یا قوم ارئیتم، حضرت فرمود نوح علیه السلام، ای قوم خبر بده شما، اگر من بر یک مطلبی استوار باشم از جانب رب خودم، چنانچه که پیغمبر گفت افمن کان علی بینته، شما هم روی بینه هستید، روی دلائل برهان. اونا هم فرمودن ای قوم اگر من باشم روی یک بینه از جانب ربم، اتباع را دلیل می سازم، یعنی من بر یک دلیل از جانب رب خودم استوارم و عنایت کرده به من رحمتی از نزد خودش، پس این رحمت پوشیده شده است بر شما. نبوت و رسالت من یک چیز حسی نیست، مراد آتانی رحمتن، مراد نبوت است و به من عنایت کرده رحمت یعنی نبوت، اون هم از بارگاه خودش، مال کسی که نبوده. این اختیار مال الله است، به من نبوت عنایت کرده. پس این مقام عظیم نبوت بر شما مخفیه. فعمیت علیکم انلزمکموها، آیا من میتونم بچسبانم، الزام کنم این رحمت را به گردن شما، در حالی که شما اون رحمت را ناپسند می‌دارید؟ من که نمیتونم به زور به شما این چیزها را بدم. انلزمکموها، آیا من الزام کنم اون رحمت را و انتم لها کارهون، در حالی که شما ناپسند می‌دارید اون رحمت را، پسند هم نمی‌کنید؟ رب مانه یا قوم لا اسألكم علیه مالا، ای قوم من از شما سوال نمی کنم برای این تبلیغی مال، این اجریه نیست اجر من الا علی الله و ما انا بطاربه، این را که شما بعدی را و نیست من دور کننده آنهایی که ایمان آوردن. چرا؟ انهم ملاقو ربهم، آنها رب خود را ملاقات میکنن. اگر صمیم قبل ایمان آوردن جزای خیر میدهد، اگر غلط ظاهرا ایمان آوردن و باطن ایمان نآوردن خدا مجازات میکنه. من چیکار دارم؟ اونا کلمه او خواندن دیگه من آنها رو دورم نمیکنه. انهم ملاقو ربهم، با عزت و مقبولیت. خلاصه این که این حضرت مقربان شاهی هستند، اینها
ملاقات کننده رب هستند. ولکنی اراکم قوما تجهلون، لیکن من شما را ای قوم میبینم یک قوم بسیار نادان. شما عزت را در مال میبینید، شما عزت را در حکومت و ریاست میبینید، حالانکه عزت در مال و ریاست فقط نیست. عزت اونه که الله تعالی کسی را ایمان بدهد و به جنت ببره. من میبینم شما را یک قوم بسیار نادان، شما عزت را در مال و پست و ریاست منحصر کردید، حالانکه عزت در این چیزها منحصر نیست. عزت در ایمان، عزت در اسلام، عزت در ارتباط با الله. ای قوم من، خود شما بگید کیه که من نصرت کند از عذاب خدا اگر من اینها را دور کنم؟ اینها را که شما اراذل میگید، بعدی رای میگید، اگر من اینها را دور کنم از مجلس خود و من به اینها پیام خدا را ابلاغ نکنم، اینها را آموزش ندهم، آموزش دینی و آموزش عملی ایمانی، تو خدا که عذابی من بده کیه که جلوی عذاب خدا را بگیره؟ یعنی اینها را که شما میگی من دور کنم مستحق عذاب میشه. نه، مشتریان الله هم، اینا مقربان الله هم. یا قوم من ینصرونی من عذاب الله ان طردتهم، اگر من اینها را دور کنم از مجلس خود. افلا تذکرون، آیا شما تذکر نمیگیرید این حرفهای سریع و حرفهای واضح و روشن؟ باقی شما از من ثروت و مال و چیزهای دیگر در این جواب سوال کفار میگفتن که چرا شما خزانه نداری؟ شما پیغمبر خدایید. بله، خدا دارایی کم دارد نه زیاد دارد، چرا به پیغمبران خود خزانه ها را در اختیار آنها نمیگذارد؟ از همه مالدارترشون نمیکنه. تو پیغمبر میگه لوازم نبوت مال نیست. اینجا بنیسی نفی غیر لوازم نبوت، آن چیزی که لازمه نبوت نیست نفی میشه. لا اقول لكم، من به شما نمیگم اندی خزائن الله، نزد من خزانه های الله هستند. این هم من نمیگم که عالم الغیب. اینجا ببین، لا اقول لكم اندی خزائن الله ولا عالم الغیب، عطف بر لا اقولو. خزائن الله ولا اقول لا عالم الغیب، بلکه من نمیگم برای شما که من خزانه دار الله هم، خزانه ها در اختیار منم و من نمیدانم غیب را. شما از من از عالم غیب چیزهای را سوال میکنید، من غیبدان نیستم. باقی شما میگید من نان میخورم، رجلی هستم، من که ادعای ملکی نکردم، منم انسانیم. منم میگم من انسانیم، نان میخورم، ازدواج میکنم و من نمیگم که من ملکی هستم. باقی شما اینها را که معیوب میدانید، پیروان من را اراذلنا میگید، این هم من نمیگم که کسانی را که چشمهای شما معیوب و حقیر میدانند که آنها را خدا خیر نمیده، بلکه خیر به آنها خدا عنایت میکنه. و من هم نمیگم للذین، برای کسانی که معیوب میدانید چشمهای شما آنها را معیوب میدانند، یعنی حقیر میدانند چشمهای شما آنها را. من هم نمیگم که هرگز خدا به آنها خیر عنایت نمیکنه. الله عالم بما فی انفسهم، الله تعالی از ما فی انفس آنها خبر دارد که در دل آنها ایمان است یا نفاق است. انی اذا لمن الظالمین، و تحقیق من اگر اینها را از مجلس خود دور کنم از ظالمین میشه. اذا طردتهم من مجلسی، تو لمن الظالمین میشه. این سخنرانی را حضرت نوح علیه السلام کرد، قوم جواب میده، قال یا نوح، ای نوح، قد جادلتنا، تو خیلی درباره مسئله توحید جدال کردی، فاکثرت جدالنا، خوب جدال کردی، کثیر کردی درگیری را با ما.
تو ما را تهدید به عذاب هم میکنی، خیلی ما را تهدید به عذاب میکنی که شما را چنین میکنند و چنان. تو فاتنا به ما تعیدون، زودتر بیار اون عذابی را که ما وعده میدی. این کنت من الصادقین، اگر تو واقعا راست میگی. 950 سال ما خبری نشدیم، 950 سال با ما درگیری و ما را تهدید به عذاب میکنی. ماشاءالله 950 سال با ما درگیری و ما را تهدید به عذاب میکنی. خب بیار دیگه به ما تعیدون آره این کنت من الصادقین. جواب مطالبه قال انما یاتیکم به الله، عذاب را برای شما خدا میارد. من که ادعا کردم فإن امره الی الله لا الی، حکم عذاب به جانب به اختیار الله است، به اختیار من نیست. عذاب را الله میارد برای شما. اگر الله بخواد شما را عذاب بدهد، اون زمان شما نمیتوانید خدا را عاجز کنید. الله تعالی بخواد شما را عذاب بده، شما نمیتوانید در برید. و ما انتم بمعجزین، شما نمیتوانید خدا را عاجز کنید و از جلوی عذاب خدا در برید. باقی نفع نمیدهد. لا ینفعکم نصحی، نصیحت های من به شما هیچ سودی نمیرسانم. اگر من اراده نصیحت شما را بکنم او الله اراده گمراهی شما را بگیره، او اختیاردار و ربه، نصیحت من برای شما هیچ سودی ندارد. اگر من هم اراده نصیحت شما را بکنم و الله اراده گمراهی شما را بکنه بر اثر عناد شما، او اختیاردار شما و رب شما و الیه ترجعون، شما برای حساب و کتاب بارگاه او ارجاع داده میشید. بلکه اینشون بختها میگفتند که افتراه حضرت این دو مرتبه التفات پیغمبره، هم به معنی بلکه مشرکین مکه میگه پیغمبر این کتاب را میسازه، اختراعشون کنه. بگو به این بدبختها این افتریتو، اگر من این کتاب اختراع میکنم و از طرف خودم میگم تو فعلی اجرامی، پس به گردن من گناه من است و من البته بیزارم مما تجرمون، از اون جرمهای عظیم شما، یعنی از اون کفرها و شرکهایی که شما انجام میدید. و اوهیه، یا این کلام نوح علیه السلام. بلکه اینا میگن که نوح علیه السلام این حرفها را، مسئله توحید را افترا میکنند، بر خدا دروغ میگه. قول بگو ای پیغمبر نوح اینا، اگر من این افترا میکنم پس به گردن من گناه من است و البته من بیزارم مما تجرمون، از جرمها و گناههای شما که شما انجام میدید. خلاصه تتمه اولا اوحی الی نوح، وحی کرده شد به جانب نوح علیه السلام این مطلب که شان اینه ایمان نمیارن به هیچ عنوان از این قوم. لن بر سر مضارع برای تاکید در استقباله، هرگز ایمان نمیارد از این قوم تو الا به معنی غیر از آنهایی که قد آمن ایمان آوردن. فلا تبتئس، غم نکن. بابا 950 سال این پیغمبر صابر و صبور شب و روز تبلیغ کرده به امید این که اگر اینها ایمان نیارن نسل اینها ایمان میارن، اگر امروز ایمان نیارن فردا ایمان میارن، فردا ایمان نیارن پس فردا ایمان میارن. 950 سال این پیغمبر عظیم الشان صبور تبلیغ کرد. بعد از 950 سال لیلا و نهارا، سرا و علنا، و بعد از 950 سال الله تعالی اعلان میکند انه لن یؤمن من قومک الا من قد آمن. تو بسیار رنج دهنده نیست؟ 950 سال تلاش نتیجه مثبت نداد، قوم هدایت نشد، تو غم بسیار بر انسان طاری میشه، درسته یا نه؟ تو الله تعالی فرمود فلا تبتئس، غم نکنید به آنچه اینها در 950 سال با شما مخالفت کردن، شما را اذیت و آزار کردن و باز هم ایمان نآوردن. خب انسان در یک مسیری اذیت و آزار بشه و به مطلب برسه، زیاد دیگه راه نیست. انسان در مسیر
در هر مسیری که رنج تحمل بکند و منفعتی به دست بیارد دردش نمیکنه. نه کشاورز اگر زحمت میکشه 6 ماه بعد یک خرمن بزرگی را کیل میکند او دیگه فراموش میکنه زحمت های خود را، اون سرما گرما خستگی را. تو الله تعالی میگه شما ناراحت نباشید به آنچه اینها کردن، شما را مخالفت کردن، استهزاء کردن، کفر کردن، شرک کردن، هیچ ناراحت نشید. خب اینا نمیاره پس چرا اینا باشه وجود؟ اینی مغلوبم پس من مغلوب شدم، فانتصر نصرت بفرما. ها پس کشتی بساز. وصنع الفلک بآیوننا بنظارت ما و وحینا بوحی ما. بآیوننا به امدادنا، تحت نظارت ما کشتی را می سازی. کشتی که هر حیوانی که در آب نمیتواند زندگی کند نر و ماده باید توش جا. اینجا برای مار نر و ماده جای درست کن، اینجا برای گرگ، اینجا برای کفتار، اونجا برای سینکور. اینه به تحت نظارت ما و به وحی ما می سازی. و همین الان بیت میگه ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، با من مخاطب نشوی درباره کسانی که ظالمن. چرا؟ انهم مغرقون، همه ظالمین غرق کرده میشن. حضرت کشتی را شروع کرد به ساختن. یسرا الفلک، کشتی را شروع کرد در یک بیابانی بسازه در جای خشکی که اصلا خبری از آب نیست. گفتن الان ثابت شد که این درختها می آمدن، بریده می شدن، تخته می شدن و بعد از آن سر جا می آمدن آماده حضرتی چکش می خیمید ذات الواح و دسر تخته و میخ بود این کشتی. اون هم بسازی وصنع الفلک بآیوننا و وحینا، ما وحی می پرستیم تحت نظارت ما کشتی باید ساخته بشه. شروع کردم مسخره کردن نوح علیه السلام را که الان ثابت شد که نوح نیمکن. نوح علیه السلام 950 سال در میان لبث فیهم 1000 سنة الا 50 عاما، از 1000 سال 50 سال کم حضرت مکث داشته. بعضی میگن که این مکث فقط با رسالت بود، 50 سال قبل از رسالت این میشه مجموع 1000. لبث فیهم الا 50 عاما لبس رسالتی که رسالت داشته، بعد از 50 سال هم به رسالت رسیده، کل 1000 سال بوده. عمر طولانی بودن اون زمان. معروفه که یکی آمد پیش نوح علیه السلام دعا کرد که تو دعا کن بچه های من زود میمیرن، طفلی میمیرن. چقدر عمر کنه؟ 60-70 سال بیشتر عمر نمی. معروفه کسه میکنه نوح علیه السلام کو بابا عمر طولانی 60-70 بعد از ما امتهای بیان که آخر عمر آنها همین 60-70 ساله، از 60-70 سال بیشتر عمر نمی. 60-70 سال برای تو بچه زنده میمانه، تو میگی زود میمیره. بله در برابر 900 سال طفلی میمیره. میساخت حضرت کشتی را و کلما مر علیه ملأ من قومی، هر زمانی که مرور میکردند از جایی که حضرت کشتی را میساخت یک دسته از سران از قومش، گروهی از رؤسای قومش تو مسخره میکردن نوح علیه السلام را که خبری از آب نیست، نشانی از آب نیست. کشتی را در بیابان که نمیسازن، کشتی را کنار دریا میسازن. اینجا آب کجای کشتی را سوار میکنی؟ این کشتی به این بزرگی، این تخته های غول پیکر اتوماتیک بریده میشه یا با یک اشاره تخته درست میشه. تخته های گردن کلوف بریده میشه. تمسخر میکردن او را. حضرت میفرمود اگر شما مسخره میکنین ما را، تو ما هم مسخره میکنیم شما را، چنانچه که شما ما را تمسخر میکنید. عذاب بر سر استاده بشه بعد ما میخندیم شما چطور غوطه میخورید. یا به وقت آمدن عذاب
فسوف تعلمون، ان قریب شما میدانید که با شما چی خواهد شد. شما میدانید آنهایی را که میاد برای آنها عذاب رسوا کننده، میدانید من یأتیه، کسانی را که بیاید برای آنها عذاب، یک عذابی در دنیا، اونم که یخزیه، عذاب را ذلیل و خوار کند و حلول کنه بر سر آنها عذاب دائمی. از مرد دیگه در برزخ عذاب دائمی تا میدان محشر رو بره دیگه تا قیامت. یحل از حلول است، حلول کنه بر سر آنها، یعنی نزول کنه بر سر آنها عذاب دائمی. حتی اذا جاء امرنا و فارت التنور، این حالت تمسخر آنها ادامه داشت، این حالت تمسخر آنها ادامه داشت حتی اذا جاء امرنا، تا اینکه امر ما آمد و فارت تنور، و تنور خبازی نوح علیه السلام آب فوارد. این نشانی بود که هر زمان از تنور شما آب آمد بیرون، لذا حیوان حشرات را و حیوانات را که در آب نمیتونه زندگی کنه سوار میکنی، اهل و عیال و متبعانت را سوار میکنی، غیر از زن و کنعان که اینا عذاب میشه. قلنا احمل، ما گفتیم سوار کن در این کشتی از هر دو جفت دو دانه، از هر جفت دو دانه، چون زوجین جفت را میگه، اثنین تاکیده، دو دانه نر و ماده. و اهل خود را هم سوار کن، الا من سبق علیه القول، مگر از اهل شما کسی که سبقت کرده بر آن قول عذاب که یک پسر و مادر پسر بود، تو از اهل استثناء شدن، زن در اهل داخله، ورنه دیگه استثناء معنی نداره، مستثنا متصله. اهل خود را از اهل تو استثناء آنهایی که سبقت کرده بر آنها قول عذاب ما، اون هم زنش است و بچهش. و من آمنه را هم سوار میکنیم، حشرات را هم سوار میکنیم، من آمنه را هم سوار میکنیم. و ما آمنه معه الا قلیل، ایمان نآورده بودم به نوح مگر خیلی کم، آخری آمار 80 نفر، 40 زن و 40 مرد. زن بچه که سوات گرفته کسی نبود اصلا. بله؟ چه؟ حضرت باز نفرده داشته دیگه به همه بچه هایش از بین رفتن، نه دیگه زن و بچه خونده. حضرت نوح یک زن و یک بچهش هلاک شد. تو اونجا معلوم نیست که دیگه زن داشته یا نداشته. آنتی که معروف حضرت نوح 4 تا پسر داشت، حام و سام و یافس مومن، کنعان کافر. کنعان تباه شد، حام و سام و یافس زنده ماندن، تو کشتی سوار شدن. بعد نسل همین 3 پسر آدم در دنیا پخش شد. نسل دیگه انسان هایی که با آدم سوار بودن اون هم تمام شدن، منقرض شدن. مانو چه؟ چه؟ نه دیگه نوح علیه السلام زنده من دیگه. نوح علیه السلام که زنده بود دیگه، بچه برای نوح بعد از 950 سال تازه دیگه بچه پیدا نشد. این جوان ها زاد ولد کرده. نوح بعد از کشتی که پای شد در پانی دنیا را الوداع گفت، به ملاقات خدا رفت. اینها در دنیا نشد شدن. جای دیگه خواندیم بحث تفصیلا، حالا اینا را خواندیم. حضرت فرمود ارکبوا فیها، سوار بشید در این کشتی. به مؤمنین بود با نام خدا حرکت این کشتی است و آرام و سکون کشتی، مجریها و مرساها به نام خدا، حرکت هم به نام خدا و قرار اون کشتی و قیام کشتی هم به نام خدا. ان ربی لغفور رحیم، رب من بخشنده است، گناه بندگان را می بخشد اور رحیم جنت می. این کشتی حرکت میکرد با این محموله سنگین در موجه ها کل جبال، که این موجه ها مثل کوها بودن. کشتی که نوحش کشتیبانه تو این موجه هایی که بزرگترین کوهای دنیا زیر آبند. آب زمین همه آمد بالا و آب آسمان هم ریخت. بعد الله تعالی گفت زمین را که آبهای خود را فرو ببر و آبهای بارانی من روی تو نهر و غیره بشند بگرد. این کشتی حرکت میکرد با آنها در موج،
که مثل کوها بودن موجها. نگاه کرد نوح علیه السلام پسرش را در وقت سواری و باران از آسمان داشت به شدت میریخت و از زمین آب می آمد، تمام دنیا را آب گرفته بود. حضرت پسر خود را صدا زد و کان فی معزل، پسر در کنار آب بود، آب می آمد بالا و کنار آب بود. فرمود یا بنی ارکب معنا، پسرم سوار باش با ما، ایمان بیار و سوار شو. ولا تکن مع الکافرین، ولا تکن مع الکافرین، و با کفر کنندگان نباش. پسر جواب نامطلوبی داد، سآوی الی جبل یاسین، من پناه میگیرم به این کوه، مرا حفاظت میکند از آب. این کوهی که نزدیک بود گفت من به این کوه پناه میگیرم، آب تو بالای کوه کی نمیاد. حضرت فرمود لا عاصم اليوم من امر الله، حفاظت کننده امروز از حکم خدا نه کوهی است و نه درختی و نه دره. لا عاصم اليوم من امر الله، حفاظت کننده از امر خدا نیست الا من رحمه، مگر کسی که رب بر او رحم کند. الا من رحمه، مگر کسی که خدا بر او رحم کند. و حال بینهم الموج، حائل شد بین پدر و فرزند یک موج، کنار بود نه، یک مرتبه به فرمان خدا یک موجی از زمین حرکت کرد، جلوی چشم نوح پسرش را زد بسید. حائل شد بین پدر و فرزند یک موجی، تو نتیجه اون موج چه شد؟ فکان من المغرقین، پسر از غرق شدگان قرار گرفت جلوی چشم نوح علیه السلام. الله تعالی میگه اینها پیرها و پیغمبرها را مشکل گشا و حاجت روا میدانند، فریاد رس میدانند، شرک میکنن، کفر میکنن، بعد میگه ما پارتی داریم. ببین نوح علیه السلام را 950 سال برای خدا دعوت و تبلیغ کرده، فرزندش شرایط نجات برایش فراهم نیست یعنی توحید، زن شرایط نجات برایش فراهم نیست یعنی ایمان و توحید. من جلوی اینها هلاکشون میکنم، اینا که شرک میکنن بعد میگه ابراهیم برای ما شفاعت میکند. عجب انسان مشرک از حفاظت پارتی هیچ ندارد. پدر چقدر با قوت دعا کرد، فرمود ان ابنی من اهلی و ان وعدک الحق و انت احکم الحاکمین، پسر اهل من، وعده تو هم برای نجات اهل من است، وعده های تو حق کن، فیصله هدایت بفرما. قال لا عاصم اليوم من امر الله من رحمه، مگر اون هم رحم خدا امروز در کشتی منه. وقیل بعد از 6 ماه که بر آب حرکت میکرد، به قول گویندگان مفسرین کشتی قرار گرفت. الله تعالی دستور داد که آبهای خود را ببرد. قیل اعلان شد از طرف خدا یا ارض ابلعی ماءکی، ای زمین فرو ببر آبهای خود را که از تو از خودت بیرون کردی. و یا سما اقلی، ای آسمان بند کن آبهای خود را، دیگه آب نریز. و غید الماء، کم کرده شد آب، زمین آبهای خود را برد فرو، کوها ظاهر شدن. خطوی زمین هم آب زیاده. تو حضرت نوح با کشتی بر جودی قرار گرفت، بر کوه جودی، چون اول ارتفاعات کوها ظاهر شدن. وقیل یا ارض ابلعی ماءک و یا سما اقلی، بند کن. وغید الماء، کم کرده شد آب، زمین آبهای خود را فرو برد. و قضی الامر، و فیصله کرده شد امر هلاکت، تکمیل کرده شد حکم هلاکت قوم. و راست ایستاد بر جودی کشتی، و استوت علی الجودی، مستوی علی الجودی شد، آمد بر جودی قرار گرفت. 6 ماه توی هول بود، آمد قرار گرفت مستوی علی الجودی، کوهیه در قسمت ترکیه.
و اعلان شد که بعدا للقوم الظالمین، هلاکت و بربادی باد برای قوم ظالم و مشرک. قبل از غرق مسلک انبیاء درست نادا نوح ربه فقال رب ان ابنی، ربه ببخشید فریاد زد نوح علیه السلام پروردگارش را، فقال ربی ای پروردگار من، ان ابنی من اهلی، پسرم از اهل منه قبل از غرق شدن، و ان وعدک الحق، و وعده تو حق است که اهل و عیال من نجات میدی، و انت احکم الحاکمین، شما احکم الحاکمینید، فیصله هدایت برای کنعان بفرما. قال اللہ تعالی جواب ربانی، اللہ تعالی جواب داد ای نوح انه لیس من اهلی، این فرزند از اهل تو نیست، در علم ازلی ما از اهل و عیال تو نیست، از اهل ناجی شما نیست، انه عمل غیر صالح، این عمل کننده غیر صالح بوده در علم ازلی، انه عمل غیر صالح، بعض قرآتا انه عمل غیر صالح، این صاحب عمل غیر صالح است، صالحی نیست، خاصا نجات نمی کند. بعض یا گفتن ضمیر انه به دعای حضرت نوح علیه السلام، این دعای شما عمل غیر صالح، من گفتم راجع به کافرها با من حرف نزنید، این دعای شما عمل غیر مقبوله، من نگفتم لا تخاطبنی فی الذین ظلموا. حضرت نوح علیه السلام دعا کر که فیصله ہدایت بفرمائے، ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق و انت احکم الحاکمین. بات یہ میگه کہ حضرت نوح علیہ السلام مصداق لا تخاطبنی فی الذین ظلموا، پسر خود را مصداق ظلمو نمیداد، میگفت فی الذین ظلموا پسر من نیست، چون پسرش به زبان کلمه میخوان لیکن درونش کافر بود، منافقی بود، هم پسر و هم خانمش منافقی بود، ظاهر کلمه باطن آنها با کفار بود. سیوطی همین معنی را کرده انه، این پسر شما عمل غیر صالح، و بعد میگه این دعای شما عمل غیر مقبوله. سوال نکنی از من آن چیزی که لیس لک بی علم، شما به علم یقینی نداری، من شما را نصیحت میکنم که نباشید از نادانها. انی اعیذک الا تکون من الجاهلین، شما در آینده از جاهلین نباشید. قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی به علم، ربا من پناه میگیرم به تو از اینکه از تو مسئلت کنم آن چیزی که من به آن نسبت به آن هیچ علمی ندارم، و اگر من مورد مغفرت قرار ندی و ترحم نکنی بر من میشم از خاسرین. قیل گفته شد ای نوح بیا پایین بسلام منا و برکات علیک، با یک سلامتی در جانب ما هست و با یک برکاتی که بر تو، بر تو برکات نسل تو ترقی میکنه و بر اممی که با تو هستن اونها هم برکات، مار ها ترقی میکنن زیاد مار درست میشه، گرگ ها ترقی میکنن زیاد گرگ درست، بر آنها هم برکات هست، اونها هم رشد میکنن. و امم و دیگه امتهایی من بهره میدهم، یعنی دیگه امم همون انسان ها، من بهره میدهم آنها را، باز میگیرد آنها را از طرف ما عذاب علیم. این چی که خوانده شدن اینها اخبار غیبن، ما وحی میکنیم به جانب شما ای پیغمبر، جمله معترضه بر صداقت رسول، اینها از اخبار غیبن، ما اینها را میخوانیم بر شما، شما نمیدانستی پیغمبر این اخبار غیب را، نه شما میدانست و نه قوم شما. چی میدانست نوح کی بوده و چکار کرده قبل از قرآن؟ لذا شما هم صبر بفرمایید که ان العاقبت للمتقین، عاقبت از آن متقین، عاقبت هم از آن متقین، شما باید صبر بفرمایید. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.